سلام و درود، امیدوارم حالتون خوب باشه. مصطفی هستم با پنجمین قسمت از مینی دوره ترید فارکس. در ابتدای این جلسه میخوام یک صحبت دلی داشته باشم، غیر فنی کاملا، که اصلا هیچ ربطی به این دوره نداره و بعد بریم سراغ ادامه مباحث که یه جنبندی داشته باشیم و امروز میخوایم در ادامه راجع به اجرای معاملات و اجرای حرفه‌ای معاملات صحبت بکنیم. صحبت هم راجع به چارتی که دارید میبینیم، چارت دلار رو داریم میبینیم، چارت تتر به تومنه و در واقع همون قیمت دلار هست در ایران که خب همونطور که مطلع هستید در 2 روز گذشته سقف تاریخی جدید به ثبت رسوند در عدد 144,000 خورده‌ای، نمیدونم حالا دقیقشو. و خب حالا طبیعیه که البته بازی اصلاحی داره، اصلا بحثم تکنیکال نیست، نمیخوام بگم این تا کجا جا داره که بره، تا چه تارگت هایی میتونه بره. همتون در جریان هستید، همتون میدونید که چه بلایی در واقع به سر اقتصاد ایران اومده. اصلا بحث اونا رو نمیخوام داشته باشم. صحبتی که میخوام بکنم مخاطبش افرادی هستش که تازه تصمیم گرفتن وارد فارکس بشن. ببینید دوستان، با این قیمت دلار ای کاش که شما برای ورود به مارکت یه مقدار بیشتری تأمل بکنید. یعنی برخلاف اون چیزی که من در واقع شاید خیلی فکر بکنن، میخوام بگم به راحتی نیاین توی این مارکت. ناگزیر هست هر انسانی که مبتدیه و وارد میشه به فارکس یه مقدار اون اوایل یه چیزایی رو نتونه درست اجرا بکنه، نتونه درست محاسبه بکنه. حالا شاید خیلی هم فکر کنن چون قبلا یه تجربه‌ای در ترید مثلا توی بورس داشتن یا توی ارز دیجیتال داشتن. اینجا بچه‌ها خیلی متفاوته و حالا اون بحث ضرر کردن، من نمیگم قطعاً هر کسی که میاد باید ضرر کنه تا یاد بگیره، نه، ولی خیلی وقتا تجربه اینو نشون داده که این ضرره اتفاق میفته به هر حال در اون اوایل کار. پس اگر خیلی مبتدی هستید و اوایل کارتونه، با توجه به این قیمت دلار که سر به فلک کشیده و ممکنه که حالا اون پولی که شما به دست آوردید به سختی، قطعاً به سختی دست آوردید رو با 1000 امید آرزو و این که خب حالا یه مقداری بیام توی فارکس ترید بکنم، پول در بیارم، وضعیتمو تغییر بدم، بیارید و همونم مثلا خدای نکرده یا یه مقدارش یا همش رو ضرر بکنید. و این وحشتناکه که حالا ما یه زمانی تو دلار 1000 تومان ترید میکردیم، بعد همون اوایل کارمون بود، سالهای اول دوم بود، دلار شد 3000 تومان. یه مقدار دست و دلمون میلرزید که با اون قیمت دلار بیایم دوباره حساب شارژ بکنیم و حالا مثلا با توجه به اون تجربه قبلیمون که خب اوایل کار قطعا شکست بود، دوباره بیاد و شکست بخوره. دیگه چه برسه به الان که دلار 130 و مثلا 7000 تومانه، 144,000 تومانه، 120,000 تومانه. واقعا این یه ستمیه که ممکنه کسی در حق خودش بکنه، بخواد وارد این فضا بشه در حالی که این اینجوری رفته بالا. حالا اینم قطعا اینجوری نمیمونه، یه سری تغییرات درش به وجود خواهد اومد، شاید یه سری سقف‌های جدید رو، شاید که نه قطعا میزنه، ولی از اون برم به هر حال بحثم این نیستش که عددش بیاد دوباره بشه 1000 تومان. به هر حال صحبتی که من دارم میکنم، بحثی که من دارم، ثابت بودنش در یک بازه زمانی روی یک عددیه که انسان بتونه برنامه ریزی رو بکنه برای زندگیش. و الا اینکه این دائما داره سقف میزنه و شما بخواید حساب شارژ بکنید و بعد ضرر بکنید، این شاید بدترین اتفاقی که بتونه به وجود بیاد. بگذاریم بریم سراغ درسمون. ما تا اینجا راجع به ساختار بازار صحبت کردیم، راجع به نقدینگی اومدیم صحبت کردیم، راجع به زمان صحبت کردیم و حالا به نظر من وقتشه
راجع به چیزی بیایم صحبت بکنیم که تفاوت بین دونستن بازار و پول در آوردن از بازار رو تعیین میکنه و اونم اجرای حرفه‌ای معاملات و مدیریت ریسک بازم حرفه‌ایه. چون اینا تعریف‌های حرفه‌ایش به نظر من از اون چیزی که عامه تصور میکنن خیلی متفاوته. یه تعریف عامه مثلا برای مدیریت ریسک وجود داره که اینو آره حجم کم بزن، خب ولی حجم کم بزن خیلی واژه کلی و مسخره‌ایه به نظر من. یعنی چرا آدم باید حجم کم بزنه؟ یعنی من اگر ریسکم متناسب با حجمم باشه میتونم حجم خیلی زیاد هم حتی بزنم. ما باید همه اینا رو حالا امروز بسنجیم و به جنبندی برسیم که چجوری باید معاملاتمون رو اجرا بکنیم. ببینید ما یک مسیری رو برای هر ترید متصور میشیم. ما یه سری ورودی داریم که این ورودی چیه؟ تمام مسائلی که تا الان راجبش صحبت کردیم، مثل ساختار، نقدینگی، زمان و همه اینا که با هم میومد برای ما یک ستاپ تشکیل میداد. جلسه پیش ستاپا رو یکشو کامل گفتیم، دوتاشو بیان کردیم که حالا بعداً قراره مثالاشو اونا رو ضبط بشه توی کانال بذاریم و این میشه ورودی ما، داده های ورودی. اینا منتج میشه به یک چهارچوبی برای تصمیم گیری و اجرا. مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه هم توی همین مرحله اتفاق میفته و این در واقع میرسه به یک خروجی. نتیجه چی میتونه باشه؟ نتیجه دو تا حالت کلی میتونه داشته باشه. حالا در واقع سه تاه ولی از نظر من دو تاه. الان بهتون میگم چرا دو تا. نتیجه میتونه این باشه که شما سود کنی یا ضرر کنی. درصد کمی سود میکنن توی این پروسه، درصد زیادی هم خودتون میدونید، همه میدونن ضرر میکنن. و اگر نه ضرر کنی نه سود کنی هم به نظر من جزء دسته ضرر کننده ها هستی، چون بالاخره انرژی گذاشتی، وقت گذاشتی، اومدی یه کاری می‌خواستی انجام بدی که به یه سودی برسه ولی خب نرسیده، در واقع هیچ دستتو نگرفته، اونم خودش نوعی ضرره. ولی باز از حالا اینکه سرمایه رو از دست بدی و ضرر زیاد بکنی قطعا خیلی بهتره، ولی تو دسته‌بندی ضرر قرار میگیری. حالا ما اینو میخوام این مرحله رو که همتون میدونین کشیدم که اینو بهتون بگم. ما توی این تیکه به جرئت میتونم بگم بهتون 99.9% افراد هیچ مشکلی توی این قسمت ندارن. بهتون ثابت میکنم 99.9% افراد توی ساختار، شناختن ساختار، توی تحلیل، توی پیدا کردن نقطه نقدینگی، توی پیدا کردن زمان درست برای ترید، توی هیچ کدوم مشکل نداره. این واقعیت بسیار بسیار تلخ مارکت. هر مشکلی وجود داره تو این تیکه اجرای معامله وجود داره. هر مشکلی وجود داره. هر ضرری که شما کردین توی حسابتون، هر ضرری توی هر حسابی اتفاق میفته، اشکالش از اجرای ناصحیح اون دانسته هاست. حالا یعنی چی؟ یعنی چی اجرای ناصحیح؟ یعنی چی؟ یعنی این که شما میای میدونی این چارت اینجا نقدینگی رو مثلا برداشته میخواد بره بالا، اینو تشخیص دادی، ولی میای با حجم زیاد وارد میشی. چرا حجم زیاد وارد میشی؟ چون هیجانی شدی، میخواستی سود زیادی رو در مدت کمی از بازار بگیری. خب پس این میشه احساس، تصمیم احساسی. تصمیم احساسی گرفتی، حجم زیاد زدی، اینجا مارکت حرکت کرد، دوباره اومد به اون نقطه‌ای که تو وارد شده بودی یا حتی پایین‌تر میری تو ضرر. ضررت زیاد میشه. اون لحظه‌ای که این شادو داره اتفاق ده و هنوز شادو نبوده،
تو از مارکت میای بیرون با ضرر. این شد یه ضرر. خب میای توی ترید بعدی، ترید بعدی رو دوباره باز حجم زیاد میزنی، تریدت میره تو سود، در نقطه مناسب خارج نمیشی، میاد مجبور میشی با ضرر ببندی. دوباره احساسو وارد معاملاتت کردی، تصمیم گیری درست نکردی، حجم زیاد زدی، نمیدونم خیلی مسائل دیگه که راجبش صحبت میکنیم. ریسک تو محاسبه نکردی، ریسک تو کنترل نکردی، با وجود اینکه چند تا ترید پشت سر هم ضرر شده بوده برات و خستگی ذهنی داشتی، به ترید کردن ادامه دادی، با اینکه یه ستاپ خوب دیدی و همه چیز خوب بوده، ولی به علت اون فشار ذهنی که وجود داشته اجرا رو بد انجام دادی، دوباره حجم رو بد زدی، استاپ رو بد گذاشتی، تیپی رو بد گذاشتی. یعنی تحلیل مشکل نداشته ها. یا اومدی چیکار کردی؟ اصلا نقطه‌ای برای خروج با ضرر از معامله در نظر نگرفتی. اینم خودش یک نوع اجرای بده. یعنی تو میدونستی که طبق قواعدی که قبلا یاد گرفتی تو اون مرحله اول اجرا باید میکردی و رسیدی به اون ترید، اگر فلان نقطه رو رد کرد دیگه این ترید، اون تریدی که من باز کردم و انتظار داشتم نیست، پس بهتره که ازش خارج بشم. خارج نشدن از اون هم یه کاری که خیلی از تریدرها انجام میدن و باعث ضرر همیشه میشه. حالا چی کار کنیم؟ همه اینا رو من پاک کنم. الان بهتون میگم باید چی کار کنیم. ما باید بیایم، حالا که فهمیدیم همه مشکل و 99% مشکلمون از این قسمت اجرای حرفه‌ای و مدیریت ریسک حرفه‌ای و درست ترید کردنه، نه تحلیل درست یاد گرفتن، میتونیم چند تا اصل رو برای خودمون تعریف بکنیم که بریم طبق اون ترید بکنیم. ما یه چارچوب تعریف کردیم برای تحلیلمون، برای اینکه ما رو برسونه به اون نقطه‌ای که ترید رو بیایم اجرا بکنیم. ما یه چارچوب در جلسات پیش تعریف کردیم برای تحلیل که شامل ساختار، نقدینگی، زمان و ستاپ بود. حالا میایم یه ساختار، یه چارچوب تعریف میکنیم برای اجرای معامله. چندین فیلتر توش داره، چندین اصل داره، الان براتون یکی یکی شرح میدم. یه تعداد زیادی از مواردی که باعث میشه ما ترید بهتری انجام بدیم قبل از اینه که دکمه ترید رو فشار بدیم، یه چیزایی که باید در نظر بگیریم بعد از تحلیل قبل از ترید. و اصل اول ماجرا اینه که همیشه محاسبه ریسک قبل از ترید امکان پذیره. من اینجا 2 تا دکمه دارم، یکی بای، یکی سل. خیلی ساده است. من با توجه به بالانسی که اینجا نشون میده برای من، حالا مثلا یا $100 یا $1000 یا هر چقدر هست، یا صدها هزاران دلار یا میلیون ها دلار، اینجا یه چی دارم، دکمه‌ای که حجم رو میاد برای من تعیین میکنه. خب من میام حجمم رو تعیین میکنم. الان روی 1/10 لات برای یورو یو استیه. میتونیم اینو بذاریم 2/10، میتونیم 1 لات بزنیم، میتونیم 2 لات بزنیم، میتونیم هر چی که دوست داشتیم اینجا تعیین بکنیم بزنیم، تا جایی که ترکیب بالانس و لورجمون به ما اجازه بده دیگه. حالا مثلا من روی اکانت $100 میتونم 10 لات بزنم، مثلا اجازه نمیده به من تا اون حد اکثری که مجازیم. فرض بفرمایید که حد اکثر مجاز برای این اکانت من مثلا 10 لات هست. من میتونم مثلا یه 10 لات اینجا معامله خرید روی یورو باز بکنم.
آیا میتونم حساب بکنم که اگر این محدوده رو من اینجا خریدم، خب این نقطه من اومدم خریدم، میشه حساب کرد دیگه. خیلی مشخصه که میتونیم حساب کنیم اگه قیمت خلاف جهت خرید من رفت، اینجا چه مقدار ضرره، اینجا چه مقدار ضرره، اینجا چه مقدار ضرره. این میشه این ضرری که ما تا اینجا باید متحمل بشیم اگر بازار اینوری اومد، میشه ریسک ما. حالا اصل اول اجرای حرفه‌ای اینه که این ریسک قبل از فشردن دکمه بای یا سل قابل محاسبه است. خیلی راحته. فرمول محاسبهش نمیخوام بگم چون دیگه یاد دارین همتون واقعا. اندیکاتور هم براش تا بی نهایت وجود داره، توی کانال تلگرامی اونم گذاشتیم. میاد بهش میگه که آقا من حجمم 1، نقطه ورودم اینه ببخشید تا اینجا هم هستم، یعنی از اینجا رو بشکنه بیاد پایین دیگه مشخصا میخواد بیاد تا این نقدینگی اینجا مثلا یه سری بزن مثلا. ولی اگر تا اینجاها بیاد من خیالم راحته که این داره این نقدینگی اینجا سویپ میکنه مثلا. به همچین نتیجه تو مرحله قبل رسیدیم. پس ما میتونیم اینو حساب بکنیم که این ریسک چقدره. من از این اکانت $5000 اگر یه لات معامله باز کنم اینجا چقدر تو ضررم، اینجا چقدر تو ضررم، تا اینجا چقدر تو ضررم. میتونیم حساب کنیم دیگه. این اصل اول ماجراست. اصل اول حرفه‌ای شدنه. محاسبه ریسک قبل از ورود به معامله. خب این خیلی واضحه، همه میدونن، ولی خب کیه که اجرا بکنه؟ ولی خب ما باید اینجا بیایم بیان بکنیم که آقا حرفه‌ایش اینه که شما قبل از اینکه این دکمه رو بزنی یا این دکمه رو بزنی اون مقدار ریسک رو حساب کن حداقل. آقا میخوای اصلا ریسک زیاد کنی. من نمیگم تو بیا توی هر ترید 1% ریسک کن. من نمیگم بیا توی هر ترید 2% ریسک کن. هر چند درصد که دلت میخواد ریسک کن. مثلا 50% ریسک کن. به من چه؟ ولی آقا این ریسک قابل حساب کردن هست یا نیست؟ هست دیگه. من میتونم بفهمم اگر من مثلا 10 لات اینجا خریدم به جای 1 لات، اینجا نصف حسابم تو ضرره مثلا، یا اینجا 10% حسابم تو ضرره، یا میخوام خیلی حرفه‌ای مدیریت بکنم مثل معامله‌گرای بانکی باشم 1% تو ضرره. و بعد مقداری که میتونم تحمل بکنم و باید ریسک بکنم، از اون بیشتر نمی ریسک بکنم. من میدونم که اگر روی $5000 مثلا من $500 یهو برم توی ضرر، یعنی 10% اکانتم ضرر بشه، خیلی حالم بد میشه واقعا. یعنی آشفته میشم و ممکنه اونجا باز دوباره بیام تصمیم‌های هیجانی بدتری رو بگیرم. یعنی ممکنه که من این ریسک رو محاسبه نکنم و بعد بیام یه حجم نامتعارفی رو بزنم اینجا، به جای 0.1 بزنم مثلا 2 لات، به جای 0.2 بزنم 2، به جای مثلا 0.1 که باید میزدم بزنم نیم لات. حالا داره میره بالا دیگه، بذار ما یک حجم بالایی بزنیم که سود بهتری ببریم. یهو شروع میکنه ریختن و شما با نیم لات مثلا به جای $100 که میخواستی تحمل بکنی یهو $500 میره تو سر. اینو قبلا محاسبه نکردی دیگه. اینو قبل از اینکه وارد ترید بشی محاسبه نکردی. پس بنابراین اصل اول اجرا همیشه اینه که ریسک قبل از ورود مشخص. این خیلی مهمه. اصل دوم چیه؟ اصل دوم برمیگرده به مفهومی به اسم آر به آر. تو فارسی اینجوری میگیم آر به آر، یا نسبت ریسک در واقع حرفه‌ای ترش میشه ریوارد ریسک. انگلیسی زبان ها ریوارد اول میگن، آر به آر یعنی مقدار
سودی که معامله به من میده در برابر مقداری که ممکن بوده ضرر به من بزنه، یا مقدار ضرری که من کردم در مقابل سودی که میتونستم بگیرم. خیلی متاسفانه افراد غیر حرفه‌ای که وارد صنعت فارکس کشورمون شدن و قصد آموزش دادن توده های مردم رو داشتن، با این مفهوم بازی کردن متاسفانه، و این تبدیل شده به یک مفهوم فانتزی در کانال های سیگنال دهی و اتاق های ترید و آموزش های فارکسی که وجود داره در سوشال مدیا دارید ببینید. یه مفهوم فانتزی شده ریسک ریوارد، در صورتی که این یکی از مهمترین مفاهیمیه که شما در هنگام اجرای حرفه‌ای ترید باید در نظر بگیرید. ریسک ریوارد حالا چیه؟ ما بیایم تو همین مثالی که اینجا داشتیم، بعد از اینکه حجممون رو مشخص کردیم، حالا اصلا ربطی به حجم نداره، فرض بفرمایید من اینجا میخوام وارد بشم و تا اینجا میخوام ریسک رو قبول بکنم. اگر به همون میزانی که ریسک کردم بیام تارگت در نظر بگیرم براش، یه ریسک به ریوارد 1:1 دارم. یعنی ممکنه $100 ضرر کنم و یا $100 هم سود کنم، که خب حالا این بایی که مثلا ما اینجا میگرفتیم الان اون یک واحد سودش رو به ما میداد. بعد چرا من میگم میان فانتزیش میکنن یه عده؟ به این دلیله که میان خودشون میدونن که این پوزیشنی که دارن معرفی میکنن به مخاطب، یا این نحوه پوزیشن گرفتنی که دارن تدریس میکنن، این نهایت تارگتی که براش میشه تصور کرد اینه. خودشون میدونن، ما هم میدونیم، ولی خیلی وقتا مخاطبی که تازه داره وارد این بازار میشه نمیدونه که آقا من تو تایم فریم 5 دقیقه یورو دلار که هستم اینجا میام بای میگیرم، تارگتم سقف تاریخی یورو دلار نیست دیگه، تارگتم این نقدینگی 5 دقیقه سقف آسیاست. بعد وقتی تو وسط راه میای وارد میشی، استاپ لاست اینجاست و میدونی که این تا این نقدینگی بالا بره، حالا اونجا باید منتظر واکنش باشی ببین چه اتفاقی میفته. نمیتونی تصور بکنی که این بیاد تا اینجا. بعد میان چی میگن؟ میگن آقا این تارگت اوله، این تارگت دومه، اینم سومه، اونم دهمه. بعد مثلا در ادامه روز خب خودشون اگرم وارد بشن، اگر تریدر باشن، میان اینجا میبندن معامله رو، خب تو ریسک به ریوارد 1:1 میبندن. بعد در ادامه روز مثلا یه اتفاقی میفته، یه خبری میاد، این میره بالا. بعد میان میگن ما 1:17 گرفتیم. یعنی اگر شما $100 اینجا ریسک میکردی، مثلا $1700 سود میکرد. این نیست، انقدر فانتزی نیست، انقدر عددهای فضایی و عجیب غریب نیست. خیلی تعداد معدود من دیدم از آدمای باسوادی که توی این حوزه وجود دارن و میان مثلا از ریسک به ریوارد، حالا من توی فارسی ما معمولا چپه میگیم 1:3، خب ولی در درستش 3:1، یعنی 3 واحد سود، 1 واحد ضرر. یعنی من اینجا که وارد بشم، اگه ضررم اینجا باشه، انتظار دارم این حداقل تا اینجا بیاد. کسی که سیستمش ریسک به ریوارد 1:3، اینش مشهدی بود، ریسک به ریوارد 1:3 هست، قطعاً خیلی آدم حرفه‌ای و پخته‌ای توی این مارکت. قطعاً ریسک به ریوارد های مثلا 1:1، 1:1.5، 1:2، 1:1.1 هم توی این مارکت ریسک به ریواردهای خوبی محسوب میشن. مخصوصاً وقتی که ما داریم حرف از ترید در تایم فریم های پایین میزنیم، ترید روزانه میزنیم،
من توی کانال کریپتویی که خودم دارم تارگت 1 و 2 و 3 و 4 دارم، ریسک به ریوارد 1 به 4 و 1 به 5 هم دارم، ولی اونجا تایم فریم من 5 دقیقه نیست، تایم فریم من 4 ساعت است. یه وقت اون رو قاطی نکنیم با این مسائل. اینجا ما داریم راجع به دی ترید صحبت میکنیم، راجع به ترید هایی که خیلی زود تکلیفش مشخص میشه. خب پس این ریسک به ریوارد مهمه. نباید دیدمون اونجوری فانتزی بهش باشه که بیایم بگیم آره من اینجا یه معامله‌ای کردم، بعد مثلا قیمت زود حرکت کرد، یه استاپ کوچیک بعد از اینکه حرکت کرد گذاشتم و بعد بگم آره این تا 6 برابر میزان ریسکی که من کردم به من سود داد، بعد بیام اونو شو آف کنم. این باید یه عدد خیلی محکم و واقعی توی سیستم تصمیم گیری شما باشه. چطوری؟ مثلا اینطوری که اگر من این ترید رو پیدا کردم، اینو باید خودتون برای خودتون بسازین. من نمیام بهتون بگم هیچ وقت. هیچکی نباید بهتون بگه. اینو باید خودتون برای خودتون بسازین. خب؟ این یکی از بزرگترین فرقای آدم تریدر موفق با تریدر ناموفقه. من دیگه از این واضح‌تر نمیتونم بگم. این ریسک به ریوارد بزرگترین فرق کسیه که داره از توی مارکت سود میکنه و یا کسیه که اصلا هیچی توی این مارکت حالیش نیست. روک و واضح بهتون میگم دیگه. اینو بعد خودتون باید بهش دست پیدا بکنید. چجوری؟ اینجوری که خیلی مهمه ها. این ترید رو پیدا میکنی با استفاده از اون مرحله اول، نقدینگی، زمان فلان. میبینی اگه وارد بشی باید استاپ رو اینجا بذاری و تارگتش هم تا اینجا بیشتر انتظار نداری بیاد. این میشه ریسک به ریوارد 1 به 1. بعد وارد نمیشی، این میشه مدیریت حرفه‌ای. میای یه ترید دیگه پیدا میکنی اینجا، میبینی اینو زده اومده ستاپ تو رو تشکیل داده، تو اینجا ورود میکنی، اینتریه، یه استاپ خوشگل کوچولو اونجا میتونی بذاری، مثلا تیپی هم داری اینجا میذاری. خب 1 به 4 تارگتش 4 برابر ریسکشه، اینو وارد میشی. این میشه اجرای حرفه‌ای ما. حالا همینو بخوای از دید اون اصل اولم بهش نگاه بکنیم، همین معامله که ریسک به ریواردش هم خوبه، موقعیتش هم درست پیدا کردی، همه چیشو درست پیدا کردی، اگر بیای ریسکشو محاسبه نکنی و اینجا به جای مثلا لات 1 که مجاز بودی بزنی میای لات 3 میزنی، این تو مرتبه دوم که میاد تا اینجا تا نزدیک استاپت میاد، ممکنه اصلا از ترس خودت، چون خیلی ضرر زیاد میشه دیگه، 3 برابر حالت عادی میشه، بیای معامله رو ببندی و بعد بیا تارگت تو بزنی. همین دوتا اصل اول و دوم، یعنی محاسبه ریسک و نسبت ریسک به ریوارد، میتونه ترید یک آدمی که چندین سال توی مارکت کار کرده و به بنبست رسیدن متحول کنه. به نظر من یا آقا راحت فیلتر کن، ریسک به ریوارد 1 به 1 وارد نشو، ریسک به ریوارد 1 به 2 رو وارد شو. و این باید واقع بینانه و حرفه‌ای باشه، نه فانتزی. حالا یه جا ممکنه شما ببینید که طرف اومده ریسک به ریوارد 1 به 10 داده، مثلا اینجا وارد شده یه کوچولو استاپ گذاشته، اونو ولش کنید، رفته بالا مثلا بعد میاد برای شما شواب. شما با توجه به اون داده هایی که از قسمت اول داری که نقدینگی و استراکچر و فلان و فلان، با اون بیا بسنج ریسک به ریوارد تو. ببین اینجا ارزش وارد شدن به معامله رو داره یا نداره. خیلی راحت، تعارف هم نداشته باش با خودت. اصل سوم، تا الان 2 تا اصل رو گفتیم. اصل اول این بود که همیشه ریسک قبل از ورود به معامله قابل محاسبه است. اصل دوم رعایت نسبت ریسک به ریوارد و اصل سوم خیلی مهمه، از اون 2 تا دیگه مهمتره. و اصل سوم اینه، همیشه یه قانونه، همیشه اون تریدی بهتره که دیرتر بهش وارد بشیم نه زودتر. اینو من هر وقت اجرا نکردم ضرر کردم، خدا شاهده دارم بهتون راست میگم. یعنی چی؟ بذار من اینا رو پاک کنم. این معنیش خیلی
عمیق و دقیقه. خب یه مثال خیلی خوبم دیروز روی اونس جهانی طلا براش اتفاق افتاد که من اجازه میخوام ازتون اون چارت رو بیارم. بله، که روی چارت بهتون توضیح بدم که دقیق منظورم چیه. که یعنی اصل سوم که میگه اجرای خوب یعنی ورود دیرتر نه زودتر، منظورش چیه؟ ما میایم اینجا یک استخر نقدینگی بوده روی طلا. این مثال چون الان که دارم آموزش میدم یهو یادم افتاد روی طلا دیروز اتفاق افتاده، وگرنه حالا ما تمرکز اصلی این دورمون روی جفت ارزهاست. ولی حالا این مثال شما دقت بکنید. فرض بفرمایید که این یورو هست. اینجا ما یه استخر نقدینگی داشتیم، یعنی این خط آبی که من کشیدم با سقف مثلا کف و سقف آسیا و اینا متفاوت بود. یه خط مهمی بود که از قبل ما روی چارت داشتیم روی عدد $4450. خب قیمت اومد رسید به اینجا. خیلی فشرده شد تو این محدوده. یه بارم اومد چیکار کرد؟ بذار من پاک کنم اینجا خوب ببینید شما. یه بار اومد این نقدینگی زیر این خطر رو برداشت. همه چی الان اوکی. خب ما گفتیم اینجا رسیده به یک حمایت مهم، لیکویدیتی رو سویپ کرده. الان کافیه یه ساختار خیلی خیلی ریز سعودی ما از این ببینیم که بتونیم با خیال راحت وارد پوزیشن خرید بشیم و مثلا یه سود خوبی رو از مارکت بگیریم. من میتونستم عجله کنم واقعا و با شکسته شدن این خط روند اینجا اتفاق افتاد و پولبک بهش وارد معامله خرید بشم، یعنی ورود سریع، ورود زود، چه میدونم لغتش شما بگید. ولی چیکار کردم؟ صبر کردم. گفتم این با شتاب اومده، حالا درسته اینجا نقدینگی رو سویپ کرده، خیلی نشانه مهمیه، ولی بذار این سقفم بشکنه، یعنی آخرین سقف 5 دقیقه رو فتح بکنه. حالا درسته خط روند رو شکست، ولی بذار من صبر کنم این سقفم بزنه و نزد. خیلی منتظر بودم که بیاد. در کمال تعجب دیدم که برگشت زیر خط روند و بعد اومد این کندل قوی رو زد. حالا اینجا سلو گرفتم کار ندارم، ولی این که اینجا توی این معامله بای وارد نشدم و ضرر نکردم حاصل ورود دیرتر بود نسبت به میانگین معاملاتی که من خودم انجام میدم. همیشه من اینو ببینم، خیلی وقتا، همیشه که نه، خیلی وقتا اینو میبینم، این شکست رو میبینم و با عجله وارد میشم، برای اینکه نمیخوام این روند سعودیه رو از دست بدم. ولی در 90% مواقع به نفع شماست. یعنی شما اگر صبر بکنید که این بیاد اینو بشکنه و حتی مثلا تو برگشت دوباره بخرید، یعنی این صبر خیلی زیادتر باشه از حالت عادی که من خودم با شکست سقف میخریدم، یعنی سقف 5 دقیقه رو میزد وارد میشدم دیگه، وایسیم کامل بره بالا کلوز بده برگرده اینجا باز نشانه ببینی فلان اینا. یعنی میخوام بهتون بگم هر چقدر دیرتر وارد معامله بشین بیشتر به نفعت. از برادر کوچکترتون همیشه اینو یادگاری داشته باشید که ورود زود هنگام به معامله درصد احتمال شکست شما رو بیشتر میکنه. و اصل چهارم که این چارچوب ورود ما به معاملات رو میسازه اینه که هر ستاپی ارزش ترید کردن نداره. یعنی ممکنه خیلی وقتا ما یک ستاپی رو بهش برسیم ولی خب به خاطر یه سری شرایطی که وجود داره که اصلا ربطی به تمام این چیزایی که ما گفتیم تا الان نداره، اصلا خودت خسته ای، تمرکز نداری، ماه دسامبر مارکت مثلا حرکات عجیب داره میزنه، به راحتی شما باید یک ستاپ رو فیلتر کنید. یعنی دنبال کوچکترین بهانه‌ای باشی برای فیلتر کردن یک ستاپ. از بین تمام ستاپ هایی که داره اتفاق میفته شما باید اون بهترینش رو بردارید ترید بکنید تا بتونید یک اجرای دقیق و موفق داشته باشید. ما برای اینکه بتونیم یک اجرای صحیح و حرفه‌ای در مارکت داشته باشیم و اون حاشیه سودمون رو بسازیم
گفتیم که 90% برمیگرده به اجرای درست و اجرای درست هم یعنی اینکه شما یک چهارچوب درست رو برای وارد شدن و خارج شدن از معامله در نظر بگیری و اون رو دقیق اجرا بکنی. یعنی قوانین مشخص در زمان مشخص و با فیلترهای مشخص. در نهایت میخوام بهتون بگم که بازار به پیش بینی شما از روند قیمتی اهمیتی نمیده. این سود و زیانی که شما میکنین در نهایت توی مارکت واکنشی به احساسات شما و رفتار شما در لحظه اجرای معامله است. امیدوارم که این جلسه به درتون خورده باشه. ما تو جلسه بعد میخوایم یه جمع‌بندی انجام بدیم و یه پیشنهاد دارم برای کسایی که میخوان حرفه‌ای‌تر معامله بکنن. امیدوارم که تا اینجا مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هر سوالی اگر راجع به بحثایی که تا الان کردیم دارید میتونید از طریق کامنت های همین کانال و یا پل ارتباطی ما با شما در تلگرام @کریپتوکارناوال میتونید پیام بدید و من پاسخگوی همه شما عزیزان هستم راجع به هر مورد فنی یا ذهنی یا احساسی یا هر چیز دیگه‌ای که دارید و خیلی ممنونم ازتون.